بسم الله الرحمن الرحیم. به درس امشب خوش آمدین دوستان عزیز. درس شب ما که است افعال بسیار مهم و روزمره است، افعالی را که ما روزمره استفاده میکنیم، یعنی common daily verbs. این افعال براتون آماده کردیم و به خوانش میگیریم. common daily verbs: be بودن، have داشتن، do انجام دادن، go رفتن، کم آمدن، get گرفتن یا دریافت کردن، make ساختن یا درست کردن، say گفتن، tell گفتن، see دیدن، look نگاه کردن، watch تماشا کردن، eat خوردن، drink نوشیدن، sleep خوابیدن، read خواندن، write نوشتن، speak صحبت کردن، talk گپ زدن، listen گوش دادن، hear شنیدن، work کار کردن، study درس خواندن، teach تدریس کردن، learn آموختن، play بازی کردن، run دویدن، walk قدم زدن، sit نشستن، stand استادن، open باز کردن، close بستن، clean پاک کردن، wash شستن، cook پختن، drive راندن موتر، ride سوار کردن یا بایسکل سوار شدن، buy خریدن، sell فروختن، pay پرداختن، give دادن، take گرفتن، use استفاده کردن، need ضرورت داشتن، want خواستن، like دوست داشتن، love دوست داشتن، help کمک کردن، wait انتظار کشیدن، call زنگ زدن یا صدا کردن. این دو معنا داره. ask پرسیدن، answer جواب دادن، forget فراموش کردن، remember به یاد داشتن، begin start شروع کردن، finish تمام کردن یا خلاص کردن، try کوشش کردن، move حرکت کردن، stay ماندن، live زندگی کردن، die مردن، smile لبخند زدن، cry گریه کردن. این بود لغات هایی که براتان تقدیمتان شد. تشکر از توجهتان.